این جنگ جنگ ماست و ما آغازگر این جنگ و هیچ جنگ دیگری نبودیم. ولی آتش بیشتر جنگ‌های اینچنینی ما را هم سوزاند و می‌سوزاند. جمهوری اسلامی از بدو سر حکم آمدن کردها را هدف قرار داد و جنگ را تحمیل و حتی رهبر نظام یعنی خمینی فرمان جهاد علیه کردستان اعلام کرد. پس این جنگ ما شده و نمیتوان آن را انکار کرد. چگونه میتوانیم بگوییم که این جنگ ما نیست؟ وقتی جمهوری اسلامی هر روز اردوگاه‌های احزاب کرد و پناهگاه‌های پیشمرگان و پناهندگان را بمباران می‌کند. وقتی فرزندان کردستان اعدام می‌شوند و سرزمین ما هدف قرار می‌گیرد. تاریخ 80 ساله مبارزه، فداکاری و جانفشانی هزاران شهید راه آزادی واقعیتی آشکار است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با هویت، موجودیت و آزادی کردستان مشکل اساسی دارد. ما کردها در جنگ و مقاومت بودیم و هستیم و دیگران بودند که به ما پناه آورده و خواستند در جبهه مبارزات با ما همسنگر و همراه شوند. بنابراین مبارزه و مقاومت از آن ما کردهاست. تغییر اوضاع نیازمند درک عمیق از ریشه‌های این درگیری است. این صرفاً یک نزاع بر سر قدرت یا مرزها نیست. از روزهای نخست پیروزی انقلاب کردستان را به چشم یک تهدید دیده است. سیاست‌های سرکوب، تبعیض و انکار هویت کردها این شکاف را عمیق‌تر کرده است. بمباران‌های بیوقفه، دستگیری‌ها و اعدام‌ها نه تنها اراده مردم کرد را در هم نشکسته، بلکه آن را قوی‌تر کرده است. آنها فکر می‌کنند با زور و سرکوب می‌توانند اراده ما را خاموش کنند. اما تاریخ به ما آموخته است که اراده یک ملت برای آزادی از هر بمب و گلوله‌ای قوی‌تر است. ما شاهد بودیم که چگونه مردم کردستان با وجود تمام سختی‌ها ایستادگی کردند. پناهگاه‌ها، اردوگاه‌ها، حتی خانه‌های مردم اهداف این حملات بودند. این نشان می‌دهد که دشمن نه تنها مبارزان بلکه کل جامعه کرد را هدف قرار داده است. آنها می‌خواهند روح مقاومت را در ما از بین ببرند. اما آنها اشتباه می‌کنند. هر بمب، هر گلوله، هر اعدام شعله امید را در دل ما روشن‌تر می‌کند. هر شهیدی که می‌دهیم الهام بخش نسل‌های بعدی برای ادامه راه است. این مبارزه میراث پدران و مادران ماست. میراث کسانی که جان خود را فدا کردند تا ما امروز بتوانیم از حق خود برای زندگی آزادانه صحبت کنیم. جمهوری اسلامی با انکار هویت ما، با تلاش برای از بین بردن زبان و فرهنگ ما، با جلوگیری از پیشرفت و توسعه کردستان، در واقع ریشه‌های خود را در این سرزمین می‌کوبد. آنها با این اقدامات خود را از مردم کردستان بیشتر و بیشتر بیگانه می‌کنند. این بیگانه شدن تنها به نفع ماست. زیرا هرچه آنها مردم کرد را بیشتر سرکوب کنند، مردم کردستان بیشتر به سمت اتحاد و مقاومت سوق داده می‌شوند. این جنگ ماست، چون پای ناموس، وطن و آینده فرزندانمان در میان است. وقتی به عکس شهدایمان نگاه می‌کنیم، وقتی به چهره کودکانمان که در آرزوی فردایی بهتر هستند می‌نگریم، وقتی به صدای دردمند مادرانمان گوش می‌دهیم، می‌فهمیم که این جنگ فقط جنگ مسلحانه نیست. این جنگ اراده هاست. جنگ حق و ناحق است. آنها می‌خواهند ما را از تاریخ خود جدا کنند، هویتمان را انکار کنند و ما را به عنوان یک گروه شورشی معرفی کنند. اما تاریخ 80 ساله مبارزه ما گواه این است که ما برای حقوق اولیه انسانی خود می‌جنگیم. ما برای حق زندگی، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت می‌جنگیم. این مبارزه یک مبارزه مشروع و عادلانه است. درک این واقعیت که این جنگ ماست، اولین گام برای پیروزی است. وقتی ما این حقیقت را پذیرفتیم، وقتی وحدت خود را حفظ کردیم، وقتی از آرمان‌های خود دست نکشیدیم، آنگاه می‌توانیم امیدوار باشیم که روزی به آزادی و عدالت دست پیدا کنیم. جمهوری اسلامی با تمام توان خود تلاش می‌کند تا ما را از هم جدا کند، تا اتحاد ما را خدشه‌دار کند. اما ما باید بدانیم که اتحاد ما بزرگترین سلاح ماست. این جنگ ماست، چون ما هیچ گزینه‌ای جز مقاومت نداریم.
تسلیم شدن به معنای نابودی است. نابودی هویت، نابودی فرهنگ، نابودی آینده. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که چنین اتفاقی بیفتد. ما میراثداران هزاران سال فرهنگ و تمدن غنی کردستان هستیم. ما نمی‌توانیم این میراث را به سادگی از دست بدهیم. آنها تصور می‌کنند که با بمباران و سرکوب می‌توانند ما را بترسانند. اما ترس در دل مبارزان راه آزادی جایی ندارد. ما از مرگ نمی‌هراسیم، زیرا می‌دانیم که مرگ در راه آزادی آغاز زندگی جاویدان است. هر شهیدی که می‌دهیم بذری است برای رویش نسلی دیگر از مبارزان. این جنگ، جنگ ماست و ما تا آخرین نفس برای پیروزی در آن خواهیم جنگید. ما از هیچ تلاشی برای دفاع از وطن و ملت خود فروگذار نخواهیم کرد. تاریخ گواه خواهد بود که مردم کردستان با وجود تمام سختی‌ها و دشواری‌ها هرگز تسلیم نشدند و تا رسیدن به آزادی مبارزه خواهند کرد. آنها با ایجاد تفرقه و اختلاف در میان ما سعی در تضعیف ما دارند. اما ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم که این توطئه‌ها به نتیجه برسد. وحدت ما قدرت ماست. اتحاد ما کلید پیروزی ماست. جمهوری اسلامی با سیاست‌های فاشیستی خود نه تنها مردم کرد بلکه تمام ملت‌های تحت ستم ایران را هدف قرار داده است. اما مردم ایران اعم از کرد، لور، فارس، بلوچ، عرب و ترک در نهایت در برابر این ظلم و ستم ایستادگی خواهند کرد. این جنگ تنها جنگ کردستان نیست، بلکه جنگ تمام کسانی است که خواهان آزادی و عدالت در ایران هستند. ما در این جنگ تنها نیستیم. وجدان بیدار جهانی صدای مظلومیت ما را میشنود. اما مهمتر از همه خود ما هستیم که باید رهبری این مبارزه را بر عهده بگیریم. خود ما باید با اتحاد و همدلی راه را برای پیروزی هموار کنیم. این جنگ، جنگ ماست و ما آن را تا پیروزی ادامه خواهیم داد. تا زمانی که کردستان آزاد و سربلند باشد. تا زمانی که هر شهروند کرد بتواند با افتخار از هویت خود سخن بگوید. تا زمانی که حقوق اولیه انسانی ما به رسمیت شناخته شود، ما از این مبارزه دست نخواهیم کشید. زیرا این مبارزه برای بقاست، مبارزه برای آینده، مبارزه برای آزادی. این جنگ، جنگ ماست و ما پیروز خواهیم شد. زیرا اراده ما قوی‌تر از اراده سرکوبگران است. ایمان ما راسختر از سلاح‌های آنهاست. امید ما روشن‌تر از تاریکی دیکتاتوری است. ما به پیروزی ایمان داریم، زیرا این پیروزی نه تنها برای کردستان، بلکه برای تمام ایران نوید بخش آزادی و عدالت خواهد بود.